این کفشانی سبی عزیز ما مریض شده بود خدا نخواسته. السلام علیکم. شایق جان چطور هستین؟ من خو هیچ خبر نبودم که تو مریض شدی. خب حالا به چشمت ببین که یک مقام بزرگ دولتی آمده به دیدن من. تو مپندار که در فکرتنم، نگران سرطان وطنم. او که بیمار شود ما همه نیست، من که بیمار شوم یک بدنم. انشاءالله العزیز به زودترین فرصت افغانستان کشوری باشه که در دنیا نظیر نداشته باشه. امارت اسلامی الحمدلله که یک ویژگی خاصی داره که واسطه را نمیپذیره. دیگه بازم خوشحال هستم که شما را صحتیاب میبینم. خداوند شما را در آینده ها از امراض نگاه بکنه و ما اگر در ابتدا خبر میشدیم شما باور بکنیم که تمام تداوی تمام میکردم. شاید جان ملت است که حکومت است، ملت است که نظام قائم است و الحمدلله که متفاوت‌تر با گذشته ها حمایت مردمی که امارت در کنار خود داره اصلا کسی در گذشته ها ثابت کرده نمیتونه. همه ملت چی کوچک چی بزرگ احساس میکنه که نظام از خود ماست، ما از نظام هستیم و ما شما همه روزه شاهد ازی هستیم که ایره مردم ما ملت ما ثابت میسازه. در سه مکاتب پرسیدین شایق جان دیشب معین سیاسی ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان به یکی از رسانه ها اطمینان داد که یک کمیته انتخاب شده به خاطر راه های خوب حل پیدا بکنن که درهای مکاتب و پانتون ها بر روی خواهرای عزیز ما باز شود. انشاءالله این مشکل هم حل میشه و ما کوشش بکنیم به جای منفی بازی فکر مثبت داشته باشیم. کسایی که انتقاد میکنه من مطمئن هستم که در غیاب مسئولین امارت اسلامی خود مسئولین رسانه ها هم بسیار آماده جواب هستند که جواب منفی از اونا را در مدقر رد بکنن و اونا را با گذشته ها کدام اعمالی که در کشور انجام داده اونا را خجالت زده بکنن و ما در خدمت مردم هستیم، ما مزدور مردم هستیم. در این جامعه که هر کسی صدمه میبینه نظام صدمه میبینه، شخصا خود ما صدمه میبینیم و ما امیدوار هستیم انشاءالله العزیز که بهتر و بیشتر در خدمت مردم خود باشیم، مردم ما هم راضی باشه و ما هم مسئولیت اسلامی و مسئولیتی که کشور بالای ما داره او را ادا کرده باشیم. بسیار تشکر. و در همین جا میخوایم یک شعر تقدیم رئیس صاحب و تمام کسایی که برنامه من را تماشا میکنن بکنم. و این شعر از شاعری است که در هنگامی که سرطان معده داشت به وطنش فکر میکرد، به خودش فکر نمیکرد و شما هم همینطور هستید. به جایی که به خودتان فکر کنین آمد اینا یادی از ما کردید و این شعر میخوایم تقدیم بکنیم. تو مپندار که در فکرتنم، نگران سرطان وطنم. او که بیمار شود ما همه نیست، من که بیمار شوم یک بدنم. وطنم از تن من خسته تر است، درک کن درد مرا از سخنم. وطنم از تن من خسته تر است، درک کن درد مرا از سخنم. درک کن درد مرا از سخنم. من شفا می طلبم بهر وطن، نه شفایی که بدن خویشتنم. تو مپندار که در فکرتنم، نگران سرطان وطن. بله و این شعر واقعا چقدر وقتی که همون میخوانی احساسش در دل آدم درد بیاره.